این مسئولینی که میگم بینشون نفوذ کردن با خبر بشن و تو یکی دو روز تعطیلی لااقل یک مرخصی به من بدن و من بتونم بیام بیرون. در ضمن اربعین حسینی رو هم، امام حسین علیه السلام رو هم وصیت میگم خدمت همگی و هم بتونم که وسایل خونه جدید رو درست بکنم و هم بتونم دست افرادی که در نظام کشورمون نفوذ کردند و اگر مرخصی باز هم درست نشه در چنین شرایطی که من دارم از ناموس حرف میزنم، میفهمم که خیلی نفوذی داریم که دشمن ناموس و وطن و اسلام هستند و واقعا این متن باید در فضای مجازی تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد. چون این نفوذی ها خب نمیذارن که این نامه به دست بالایی ها هم برسه. حتی همین خاطر من صفحه یوتیوبم رو انتخاب کردم. اولا که من تنهایی می جنگم با هر کسی که دشمن اینا با خاک باشه، دشمن اسلام و انسانیت باشه، بدون شلوغ کردن خیابون که هدف دشمنان ماست، بدون با تفنگ که بایر با ما بگن هاست که حتی حیوانات رو هم نمیکشیم و نمیخوریم و ما طبق گفته رهبر کشور با زبان میجنگیم و قدرت کلمات رو دیدن و گفتن حقیقت. بنده الان 20 ماهه که وارد ایران شدم و تمام کارهایی که برای توبه در قرآن‌زایی شده بود و اجرا کردم. دیروزم تو 3 برگ کامل منطقی با حفظ ادب تقاضا کردم به چند دلیل. بنده باید قبل از تعطیلات اربعین حتی شده با مرخصی آزاد بشم، اما همچنان هیچ اقدامی نشده و اگر در این تعطیلات واقعا در کنار همسرم نباشم دیگه جایی برای اعتماد نیست و احساس کنم که واقعا نفوذی ها انقدر زیاد شدن که قضیه ضربه به ناموس میشه و همون ناموسی که به دروغ برای بنده درست کردن.